دوستان سلام، وقت بخیر. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران داره سومین هفته خود میگذرانه. در این جنگ حزب الله لبنان، سازمانی که زمان مهمترین متحد ایران در منطقه بود اما حالا ضعیف شده، از همون روزهای اول وارد معرکه شد و شروع کرد به شلیک موشک به طرف شمال اسرائیل و در همون روزهای اول برخلاف انتظار اسرائیل به شدت تحت فشار قرار داد. همینطور مقاومت عراق وارد جنگ شد و حملات پهپادی را علیه مواضع امریکا در مناطق مختلف عراق انجام داد. اما یک بازیگر در این جنگ به طرز معناداری هنوز غایب است و او کسی نیست جز مرد همیشه ایستاده یمن. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن، از زمان شروع جنگ تا به حال 3 بار سخنرانی کرده، اما در این سخنرانی‌ها فقط با ایران اعلام همبستگی کرده. البته تهدید کرده که دستش روی ماشه است، اما تا به حال هیچ اقدامی برای پیوستن به جنگ انجام نداده. حتی رسانه‌های حوثی‌ها لحن نرمتر و محتاط‌تر درباره جنگ ایران اختیار کرده. این موضوع توجه تحلیلگران زیاد را به صورت جهانی به خود جلب کرده که گپ چیست و چرا یمن کاری نمیکنه. برای یافتن پاسخ برای این معما 3 تا مرجع مهم مرور کردیم. مقاله از اندیشکده شورای آتلانتیک که مرجع بسیار پرنفوذ در حوزه امنیت بین الملل است، شبکه الجزیره انگلیسی که با چندین کارشناس موضوع را مطرح کرده که استدلال‌های جالب داره، و مقاله از اندیشکده میدل ایست اینستیتوت که در واشنگتن مستقر است. بریم ببینیم این تحلیلگرها چی گفتن. خب، معمول ترین احتمال که در ذهن آدم میاد است که یمن کارت است که ایران تا به حال رو نکرده و هر وقت جمهوری اسلامی بخواد یمن وارد میدان میشه. اما تحلیلگر شورای آتلانتیک اصلاً به استدلال توجه نکرده و دلایل کاملا متفاوت دیگر مطرح کرده. الیسون منور نوشته که ای که حوثی‌ها هنوز وارد جنگ نشده فقط برای کسای تعجب آور است که این گروه را صرف یک نیروی نیابتی ایران و یک گروه به اصطلاح هوشپرک میپندارند که هر طرف شلیک میکنه، در حالی که میگه این برداشت از حوثی‌ها ساده انگارانه است. و نوشته مینور، حوثی‌ها یک گروه بسیار سازشکار هستند و اهداف بزرگ منطقه‌ای دارند، همچنین اهداف پیچیده را در داخل دنبال میکنند. مینور نوشته ورود حوثی‌ها به جنگ ایران به اندازه جنگ غزه برشان فایده نداره. چطور؟ میگه حمایت نظامی حوثی‌ها از غزه باعث شد که این گروه اولا در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار بگیره. علاوه بر این میگه حوثی‌ها در داخل هم بعد از ورود به جنگ غزه بسیار محبوب شدن و مشکلاتی که مردم یمن قبلا با حوثی‌ها داشتن تا حد زیاد کمرنگ شد. اما ورود حوثی‌ها میگه به جنگ ایران خیلی برشان سود نداره و حتی خطرناک هم هست. چطور؟ میگه اولا ایران از نظر مردم یمن یک کشور مظلوم نیست. بسیاری از یمنی‌ها ایران با عنوان یک کشور نیرومند و یک قدرت خارجی می‌بینند که در امور کشورشان مداخله میکنه، که البته میگه فکر نکنم زیاد دقیق باشه. به هر حال با شما میتونین نظر بدین. تحلیلگر شورای آتلانتیک استدلال میکنه که ورود حوثی‌ها به جنگ ایران باعث میشه آتش‌بس‌هایی که این گروه قبلا با دشمنان مثل عربستان سعودی و آمریکا برقرار کرده بود شکسته شود و آرامش نسبی یمن به هم بخوره و نارضایتی داخلی بالا بگیره. جالب است. موضوع نارضایتی داخلی را این تحلیلگر بسیار برجسته کرده و گفته برای حوثی‌ها اهمیت زیادی داره. بعد آمده این موضوع رو بررسی کرده که اگر حوثی‌ها بخواهند وارد جنگ شوند احتمالاً چگونه عمل خواهند کرد و کجاها را خواهند زد. مینور نوشته که محتمل ترین و کم خطرترین کاری که حوثی‌ها خواهند کرد از سرگیری حملات به اسرائیل است. میگه درسته که اسرائیل به حوثی‌ها ضربات سنگینی زده و خواهد زد. بندر حدیده برای کشوری مثل یمن که به واردات وابسته است بسیار حیاتی است که اسرائیل بارها به این بندر حمله کرده و خسارت‌های سنگین به بار آورده. اسرائیل 12 تن از سران حکومت حوثی‌ها را از بین برده، اما در مقابل میگه حوثی‌ها هم دستاوردهای داشتن. اونا نشان دادن که میتونن به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کنن و حتی تلفات بگیرن. مینور اذعان میکنه که تاکنون 10 نفر در نتیجه حملات حوثی‌ها در اسرائیل کشته و زخمی شده و دیگه ای که میگه مردم یمن وقتی پای جنگ با اسرائیل در میان باشه به شدت حمایت میکنن. احتمال دوم حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ است که میگه آسان‌تر از حمله به اسرائیل است، اما خطر رویارویی با عربستان سعودی را بالا میبره، چون سعودی برای صادرات نفت خود به شدت میگه به دریای سرخ وابسته است. حتی میگه شاید عربستان سعودی قبلا به حوثی‌ها هشدار داده باشه که امنیت دریای سرخ خط سرخ سعودی است و به شدت واکنششان خواهد داد. مینور میگه حوثی‌ها اصلا علاقه ندارن که آتش بس با سعودی را بشکنن، چون درگیری‌های قبلی میگه بسیار سخت بوده بدون هیچ دستاوردی. سومین احتمالم است که میگه حوثی‌ها کاملا وارد یک جنگ تمام عیار شوند. چطور؟ یعنی کشتی‌ها را در دریای سرخ هدف قرار بدن و بلافاصله آماده یک نبرد سخت با عربستان سعودی و امارات شوند.
ممنون که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردین. دوستان، من شریف سرفراز هستم، خبرنگار مستقل و در این کانال به موضوعات میپردازم که رسانه‌های جیروی نسلی فارسی اونا را ناقص یا وارونه بیان میکنن. اگر کار مرا میپسندین کانال سابسکرایب کنین تا بیشتر با هم باشیم. ممنون از حمایت شما. خب بریم سراغ کارشناسای الجزیره. کارشناسای الجزیره استدلال کردند که مسئله سکوت یمن مسئله احتیاط است. این کارشناسا میگن یمن از حمله که اسرائیل در ماه آگوست 2025 به صنعا انجام داد و 12 تن از مقامات بسیار بلندپایه حوثی‌ها از جمله نخست وزیرشان از بین برد، به اشراف اطلاعاتی اسرائیل پی برده و محتاط‌تر شده. به گفته این کارشناسان حمله ماه آگوست چنان سنگین بود که حوثی‌ها انتظارش نداشتند و بنابراین ضربه بسیار سنگین خوردن و حال میترسند که مبادا رهبرشان هدف قرار بگیرند. اما میگه حوثی‌ها به هر حال بخشی از محور مقاومت هستند و در نهایت لاجرم وارد میدان خواهند شد اگر جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی شرط ورود حوثی‌ها به جنگ را این کارشناسا ادامه یافتن این جنگ دانستند. اما گفتند که حتی اگر در نهایت وارد جنگ هم شوند، این ورود تدریجی بسیار حساب شده و حتی محدود خواهد بود، فقط برای که حمایت خود به صورت نظامی از ایران نشان داده باشند. کارشناسای الجزیره تاکید میکنند که مداخله نظامی حوثی‌ها در جنگ اصلاً به نفع این گروه نیست و حوثی‌ها هم این را خوب میفهمند. یک دلیل کاملا متفاوت دیگه را هم این کارشناسا بیان کرده و او است که میگه یمن وارد جنگ نشده به این هدف که خود یک بازیگر مستقل نشان بده که از تهران دستور نمیگیره. بنابراین تحلیل حوثی‌ها بعداً حتما اما به تدریج وارد جنگ خواهند شد. اما تحلیلگر میدلیست اینستیتوت کاملا با اطمینان نوشته که سکوت حوثی‌ها سیاست تهران است. ندوه الدوسری ادعا کرده که فرماندهان سپاه پاسداران در میان حوثی‌ها حضور دارند و اونا تصمیم گرفتند که چطور و چه زمانی حوثی‌ها را درگیر جنگ کنند. این تحلیلگر نوشته که حوثی‌ها برخلاف حزب الله لبنان هنوز بسیار قدرتمند هستند و به خاطر ایران زمانی از قابلیتشان استفاده خواهد کرد که واقعا در مضیقه قرار بگیرند. به ادعای تحلیلگر حوثی‌ها خط دفاعی نهایی تهران است. میگه سپاه پاسداران برای دهه‌ها روی حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده، در حدی که علاوه بر ایجاد خط گسترده قاچاق سلاح، توانایی تولید سلاح را در داخل یمن فراهم کرده. این فاکتور نشان میده که حفظ یمن برای ایران بسیار مهم است. یمن فقط یک نیروی نیابتی ایران نیست، بلکه مهمترین شریک راهبردی ایران است که تهران او را در زمان مناسب وارد میدان خواهد کرد. خب سناریوهای احتمالی از نظر این اندیشکده چیستند؟ محتمل ترین سناریو را تحلیلگری سازمان تشدید تدریجی جنگ دانسته. به چه صورت؟ به صورت هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و شلیک موشک و پهپاد به سمت اسرائیل. سناریوی احتمالی دوم حمله به عربستان است. این تحلیلگر استدلال میکنه که حوثی‌ها از عربستان نمیترسند، چون در آخرین جنگی که اونها با عربستان شروع کرد، ریاض تن به آتش بس داد که در سال 2022 منعقد شد. و سناریوی احتمالی سوم که خیلی او را عملی نمیدانه، یک شروع طوفانی است، شبیه کاری که ایران کرد، یعنی به کار بستن کل زرادخانه خود که شامل موشک‌ها، پهپادها، ماین‌های دریایی و موشک‌های ضد کشتی میشه.